از ازدواج، از عائله بیجاد کردن نسل است، اولاد است، شهوترانی نیست. اگرچه که در ضمن شهوت اینا باشند، لیکن آبادی به انسان آباد می شود، به زن آباد می شود. آن دختری که توهین شوهر کردن شد، پدر و مادر سالم می دارد که آن را از بی‌حیایی، از بی‌آدابی، از بد اخلاقی، اینا خیلی 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 نصیحت دارد. میگوید آن دختر را که تو در خانه ما امانتی، تو امانت زندگی کرده ایستادی، تو دائمی نیستی، تو مال یک کسی، تو نصیب یک کسی هستی. تو باید که در خانه ما از این روزگار ما تو را با آب و رو و شرف دعا بتیم، ای دروازه براریم. این را هر انسان باید در نظر داشته باشد، نه اینکه او را کرسکه